مسلمان ها ننشینند که حکومت هاشون براشون عمل بکنند و اسلام را از دست صهیونیست نجات بدند، ننشینند که سازمان های بین المللی برای اونها کار بکنند. ملت ها خودشون باید قیام کنند در مقابل اسرائیل. ملت ها باید خودشون قیام کنند و حکومت های خودشون را وادار کنند که در مقابل اسرائیل بایستند و اکتفا نکنند به محکوم کردن. همونهایی که با اسرائیل عقد اخوت هم دارند اونا محکوم میکنن اسرائیل را، لکن یه محکومیته که با صورت جدی و به حسب واقع شوخی است. اگر مسلمین نشستند که آمریکا برای اونها کار بکند یا دست نشانده های آمریکا برای اونها کار بکند، این قافله تا ابد لنگ خواهد بود.